سرخط خبرها. درون های آمریکایی است که از زمانی که امارات اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها و متاسف هستم که از فضای بعضی از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن پروازها هستیم. این نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجمع هایی هم دسترسی داشته ایم از انتقاد کردیم. نقض حریم هوایی افغانستان توسط پهپادهای آمریکایی. ذبیح الله مجاهد میگوید پهپادهای آمریکایی از مسیر کشورهای همسایه وارد فضای هوایی افغانستان میشوند و از آن کشورها خواست تا جلو نقض حریم هوایی افغانستان را از مسیر کشورهایشان بگیرند. همه گیر خانما را، زنا را، اطفال همه گیر از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین تنش با افغانستان، فشار بر دانشجویان افغان در پاکستان در نوارهای دیداری که به تلویزیون یک فرستادند میگویند پس از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد نظامیان پاکستانی آنها را بازداشت و مورد خشونت قرار میدهند. امضای تفاهمنامه انتقال محصولات زراعتی افغانستان از مسیر هوایی ازبکستان. بر بنیاد این تفاهمنامه میوه‌ها و سبزیجات افغانستان از این مسیر به بازارهای داخلی ازبکستان، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. بیش از یک ماه از مسدود ماندن گذرگاه تورخم میگذرد و باورها این است که استفاده از این مسیر وابستگی افغانستان به پاکستان را کاهش می‌دهد. به این بخش خبر از یک خوش آمدید. در اوج تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و مسدود ماندن تمامی راه‌های بازرگانی در بیش از یک ماه پسین میان دو کشور، حکومت آن کشور فشار بر دانشجویان افغان را به شدت افزایش داده. دانشجویان افغان در پاکستان در نوارهای دیداری که به تلویزیون یک فرستادند میگویند که نیروهای پاکستانی دانشجویان قانونی در آن کشور را بازداشت و مورد خشونت قرار میدهد. برای پاسخ به چند پرسش در این مورد غوث حسن شهریار نماینده محصلان افغان در پاکستان با ماست. شهریار صاحب سلام، به بحث خوش آمدی. اوضاع کنونی محصلان افغان در پاکستان چگونه است؟ آیا میتونی توضیح بدی که پس از تنش‌های اخیر چه تغییرات در دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی ایجاد شده؟ گزارش‌هایی که دریافت کردیم پلیس پاکستان پس از بازداشت محصلان افغان برای رهایی آنها مبالغ هنگفت درخواست میکنه. آیا خودت شاهد چنین موارد بودی؟ بله. سلام و درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتان. متاسفانه از وقتی که تعارف و درگیری ها میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفت، دولت پاکستان شروع کرده به محدود کردن روادید تحصیلی و ویزای تحصیلی برای افغانان و محصلین افغان خصوصا. و او تعداد از محصلینی که ویزا دارن متاسفانه با آزار و اذیت پلیس مواجه میشن. یک تجربه شخصی خودم که 3 روز قبل در یکی از مناطق اسلام آباد متاسفانه یک حمله انتحاری شده بود و بعد از او وقتی که ما در اون منطقه تقریبا 2 سکتوری طرفدار به نام G9 ما حضور داشتیم، متاسفانه پلیس ما را گرفت. ما حتی ویزا هم داشتیم، ویزا را نشانش دادیم، میگه این به درد ما نمیخوره. ما را متاسفانه به تانه کراچی کمپانی در خود G9 انتقال دادن. تنها این بخش یا تنها این مشکل سر غوث شهریار سر من یا سر یک نفر یا 2 نفر از محصلین افغان نیست. محصلین افغان متاسفانه از خوابگاه‌هایشون یا حتی لیلیه‌شون از اتاق‌هایشون برآمده نمیتونن، به خاطری که میفهمن با وجود ای که ویزا هم داشته باشن متاسفانه پلیس پاکستان مورد اذیت و آزار قرارشون میده و روادید تحصیلی و ویزه تحصیلیشون هم بسیار به صورت سخت و با گرفتن یک مبلغ هنگفت، یک مبلغ زیادی که برای یک محصل 4000 یا 5000 یا حتی 10000 روپیه پاکستانی بسیار یک مبلغ هنگفت است. اون مقدار پیسه از پیششان میگیرن و متاسفانه مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. درست. پیش از این رفتار پلیس پاکستان با شما چگونه بوده و اکنون چه تغییرات در رفتار آنها مشاهده میکنین؟ پیش از دوری که تعارض‌ها بین امارت اسلامی و افغانستان و پاکستان در کل صورت بگیره، ما با از طرف خود دانشگاه‌ها برای ما یک کارت داده میشه به نام یونیورسیتی آیدی کارت. یعنی شناختی از این است که ما محصل همین دانشگاه هستیم و در پشت سر یونیورسیتی کارت یک بارکد است که وقتی شما او را اسکن میکنین
تمام مشخصات شما که در کدام رشته هستین، در کدام فیلد درس میخوانین، آیا به بچلر است، ماستریس یا هر لولی که باشه بر شما نشان میدن. قبل از او با نشان دادن اون کارت تمام مشکلات ما حل میشد. اما متاسفانه حالا وقتی که کارت هم نشان میدیم مشکلات ما زیادتر است. مورد آزار اذیت پلیس متاسفانه دانشجوها را قرار میدن. 2 روز گذشته، تقریبا 2 روز پیش، 2 نفر از دوستای ما را پلیسا مورد آزار اذیت قرار داده بودن، با وجودی که او دوستا هنوزم ویزا دارن ولی مورد آزار اذیت پلیس قرار گرفتن و متاسفانه هنوزم در تانه یا پلیس استیشن کراچی کمپنی یا سبزی منڈی متاسفانه. شهریار صاحب، دامنه این خشونت چقدر گسترده است؟ متاسفانه یک پس‌لرزی بسیار زیاد با فکرم که اشتباه میتونه داشته باشه، یک پس‌لرزی منفی داره، به خاطری که محصلین سفیران صلح دو کشور هستند. محصلین سیاسی نیستند. محصلین افغان از روی اجبار و به خاطر از اینکه سیستم تدریسی پاکستان بهتر است نسبت به افغانستان به اینجا حضور پیدا کردن، به خاطر شوق یا به خاطر علاقه یا به خاطر کدام مسئله دیگه نیست. و دامنه از این متاسفانه گسترده می‌بینیم و باز هم تکرار میکنم که محصلین سیاسی نیستن. درست. محصلین شهریار صاحب، با آنکه محصلان، اساتید و دانشجویان پاکستانی در دانشگاه‌های افغانستان بدون هیچ گونه مزاحمت و فشار مشغول آموزش هستند، چرا پلیس و نهادهای امنیتی پاکستان بر محصلان و مهاجران افغان فشار وارد میکنه و دلیل این رفتارشان چی بوده میتونه؟ ببینین سادات عزیز، تنها مشکل اگر مسئله برخورد با پلیس باشه، خب یک مسئله است که باید انالیسیس بالای ازی شوه و از طریق مجراهای دیپلماتیک بالای ازی صحبت شوه. در داخل دانشگاه ها خب خوشبختانه دانشگاه هایی که در پاکستان هستند با محصلین افغان برخورد بسیار نیک دارن. از قبیل خودمی دانشگاه بین المللی اسلام آباد با محصلین افغان بسیار برخورد نیک و خوب داره. ولی متاسفانه وقتی که بیرون از دانشگاه را در نظر میگیریم، خصوصا سکتور امنیتی پاکستان را متاسفانه با دید منفی و دید خصمانه به طرف محصلین افغان میبینن و با فکرم تا جایم بسیار چالش ها و مشکلات فراوانی را برای محصلین افغان ایجاد میکنن. شهریار صاحب، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدی که این فشارها چه تأثیرات بر وضعیت روانی امنیتی بر روند تحصیلی محصلان افغان گذاشته؟ بدون شک تأثیرات بسیار زیاد منفی بالای محصلین افغان میگذاره. ما از چندین قضیه در داخل خبر دارم که شاگرد خودش امتحان داشته ولی به امتحان رسیده نتونسته، فقط به خاطر از اینکه پلیس او را مورد آزار اذیت قرار داده و طرف پلیس استیشن یا موتانه محصلین را برده. و تقاضایم در کل از پلیس پاکستان همی است که با محصلین افغان به صورت برادرانه و بسیار به صورت دوستانه برخورد کنند تا این پس‌لرزه‌های منفی از لحاظ روانی، از لحاظ سایکولوژیکال بالای محصلین افغان تاثیر منفی دیگه نگذاره. درست. آیا احتمال اخراج گسترده و دست جمعی محصلان افغان از پاکستان وجود داره؟ به خاطری که این موضوع پیگیری شوه یا این موضوع جلوگیری شوه از طرف اتحادیه محصلین افغان و انجمن علمی فرهنگی آماد چندین بار با سفارت محترم افغانستان، با سردار احمد شکیب، با سفیر صاحب محترم، با علیزاد، با سفیر صاحب محترم ما امروز به تماس شدیم، امروز سردار احمد شکیب. اونا چندین بار با ما پاسخ دادن که ما میخواهیم و در تلاش هستیم که این مسئله از طریق مجراهای دیپلماتیک حل کنیم. در فیز اول مشکلات محصلین مشکل تحصیل، ویزه تحصیلیشان یا روادید تحصیلیشان بود که از طرف دولت پاکستان یا وزارت داخلی پاکستان صدور نمیشد. حالا بر علاوه اون مشکل مسئله پلیس است که محصلین افغان به صورت آزادانه در اسلام آباد یا در دیگر نقاط و شهرهای پاکستان آزاد گشته نمیتونن. شهریار صاحب، آیا تا حال مسئولای حکومتی پاکستان به شما مهلت زمانی تعیین کرده بر خاطر اخراج؟ نه خیر، نه به محصلین افغان کدام مهلت تعیین نشده. نه خیر. درست. پیام یا درخواست شما مشخص از محصلای افغان از حکومت افغانستان چیست؟ انتظار دارید کابل برای حمایت از شما چه اقدامات انجام بده شهریار صاحب؟ تقاضای ما از مجراهای دیپلماتیک ما، خصوصا وزارت محترم خارجه افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، خصوصا مولوی صاحب امیرخان متقی، اگر همین ویدیو یا همین صدای ما را میشنوه، ما ازشان خواهش میکنم که این مشکل را از طریق مجراهای دیپلماتیک حل کنند تا محصلین افغان مورد آزار و اذیت پلیس قرار نگیرند، تا بتوانند در سایه آرامش به صورت درست و دقیقش درس خود بخوانند تا دوباره مصدر خدمت بر افغانستان شوند. اگر در فضای پریشانی، در فضای افسردگی
درس خود ادامه بدن، متاسفانه مشکلات و چالش‌های فراوان زیادی را ایجاد میکنه و محصلین به صورت درست و دقیق به درسشان هم نمیتوانند برسند. سپاس از حضورتان غوث حسن شهریار، نماینده محصلان افغان در پاکستان. همکارم بلال آریان در این مورد بیشتر میگوید. خانم‌ها، زن‌ها، اطفال در پی تناشا میان امارت اسلامی افغانستان و رژیم نظامی پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدت گرفته است. ارتش نظامیان کشور مهاجران افغان را به گونه خشونت آمیز بازداشت کرده و فشارهای زیادی بر پناهجویان افغان وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیروهای نظامی پاکستان بدون در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و رفتارهای غیر انسانی مهاجران افغان را به گونه اجباری برای اخراج به مرز افغانستان منتقل می‌کنند. روند اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به ویژه در سال 2025 وارد مرحله بحرانی شده است. روند بازگرداندن هزاران پناهجوی افغان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین گزارش‌ها شماری از دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های پاکستان مصروف تحصیل بودند نیز از آن کشور اخراج شده‌اند. خانم‌ها، زن‌ها، اطفال همگی از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین اینی موتر پلیس است، اینی حال احوال مهاجرین افغان به جرمی که پناهنده هستند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات پناهندگان، تنها روز گذشته 4203 پناهجو از طریق گذرگاه اسپین بولدک و 446 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در پاکستان به طور ویژه هدف عملیات‌های نیروهای رژیم نظامی پاکستان قرار گرفته و در پی اخراج اجباری قرار دارند و افزایش این بازداشت‌ها نگرانی‌های گسترده را میان جامعه رسانه‌ای ایجاد کرده است. حاکمان و مقامات پاکستان بنابر پالیسی‌ها و سیاست‌های غلط و ظلم‌آمیز و محاسبات نادرست و شکنجه و چل و فریبی که با مردم داشتن، حالا میرن رسوا میشه و به این طریق میخواه که گلو و فعالیت‌های مطبوعات خاموش کنه یا را تابعدار بسازه. بو خاطر به شکنجه و اذیت و تهدید ژورنالیست‌ها میپردازن. روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان پس از اقدامات سختگیرانه مقام‌های رژیم نظامی پاکستان بعد از تنش‌های مرزی میان دو کشور افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. مقام‌های پاکستانی همواره ادعا دارند که گروه‌های هراس افغانی در داخل خاک افغانستان حضور دارند، ادعاهایی که نادرست بوده و از سوی امارت اسلامی افغانستان همواره رد شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، در گفتگو با یک رسانه ایرانی اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود پهپادهای آمریکایی از مسیر کشورهای همسایه وارد فضای هوایی افغانستان می شوند. آقای مجاهد این امر را نقض حریم هوایی کشور خواند. سخنگوی امارت اسلامی از کشورهای مربوط خواست که اجازه عبور این پروازها را ندهند و خواهان توقف هرچه زودتر آن شد. تفاهمنامه برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان از طریق مسیر هوایی ازبکستان میان کابل و تاشکند به امضا رسید. در خبرنامه مقام ولایت بلخ آمده است که بر اساس این تفاهمنامه میوه‌ها و سبزیجات افغانستان از این مسیر به بازارهای داخلی ازبکستان، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. در همین حال قزاقستان نیز محموله از کمک‌های بشردوستانه خود را برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله پسین در شمال افغانستان ارسال کرده است. ساجد کلمی با جزئیات بیشتر. به دنبال تلاش‌های امارت اسلامی برای یافتن مسیرهای جایگزین تورخم و اسپین بولدک، مقام ولایت بلخ اخیراً از امضای تفاهمنامه میان افغانستان و ازبکستان خبر داده است تا از مسیر هوایی آن کشور برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان استفاده شود. در خبرنامه مقام ولایت بلخ آمده است که بر اساس این تفاهمنامه سبزیجات، انار، انجیر و سایر میوه‌های فصلی کشور از طریق دهلیزهای هوایی ازبکستان به بازارهای داخلی آن کشور، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. همچنین روند عملی صادرات گوشت به آن کشور نیز آغاز شده است. در طویل مدت دهلیز هوایی از پرهزینه ترین راه‌ها به شمار میره، خصوصا در نبود هواپیماهای کارگو میتونی هزینه چندین برابر شود و اگر دولت افغانستان میخواهد برای طویل المدت افغانستان یک راه امن اقتصادی و دور از دغدغه‌های سیاسی داشته باشه، باید یک خط مواصلاتی آهن به شمال کشور داشته باشه و در صورت فعال که کابل را به مارکت‌های آسیای میانه وصل کنه.
با ادامه مسدود ماندن تمام 5 گذرگاه ترانزیتی پاکستان به افغانستان، بخش عمده از محصولات زراعتی افغانستان فاسد شد و خساره‌های مالی زیادی به بازرگانان کشور وارد گردید. به منظور کاهش زیان‌های تجاری، دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار اعلام کرد که محموله‌های میوه و سبزیجاتی که قرار بود به پاکستان صادر شوند، از شهرک تورخم بازگردانده شده و با قیمت مناسب در بازارهای داخلی به فروش رسیده است. با این حال پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی پسین میان دو کشور همچنان مانع ورود میوه‌های افغانستان از مسیر ایران به آن کشور شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که بیش از 5500 کانتینر ترانزیتی افغانستان به دلیل بسته بودن مرزهای بین المللی در پاکستان گیر مانده‌اند. این موضوع وابستگی کابل به اسلام آباد را نشان می‌دهد. این رسانه همچنین افزوده است که پاکستان به منظور حفاظت کشورهای آسیای مرکزی از اختلال در تجارت بین المللی از طریق افغانستان تلاش میکند تا راههای بدیل آن را از طریق ازبکستان و چین جستجو کند. پاکستان هر زمان در بخش صادرات افغانستان بسیار مشکلات گوناگون ایجاد میکنند. نمیخواهند که افغانستان صادرات موجوده را آنها نمیپذیرند. بعضی اوقات مشکلات برشان ایجاد میکنند. پیشتر امارت اسلامی به تجار ملی هدایت داده بود که امکان تجارت از مسیرهای جایگزین پاکستان را بررسی و پیگیری کنند. در مقابل خواجه آصف نیز این اقدام حکومت افغانستان را به سود آن کشور دانست. پایان خبرهای 5:30 از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.